به نام خدای مهربان. سلام بینندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به تماشای دیدار پاکستان و ایران از سری مسابقات قهرمانی آسیا، بازی که در شهر عاشقان والیبال در سالن قدیر ارومیه برگزار میشه و انقدری تعریف کردیم از ارومیه تو این روزا که واقعا دیگه نیازی به گفتن نیست. شهری که مملو از عاشقان والیبال هست و الان هم توی این بازی در مرحله دوم مسابقات سالن قدیر پره، یعنی لب به لب پره. کسایی که سر پا ایستادن و بازی رو تماشا میکنن، کسایی که حتی صندل ندارن و 6000 نفر فقط توی این سالن یک عدد به نظر من برای این سیل جمعیت محسوب میشه. بریم سراغ بازی که در سمت راست تصویر شما سبزپوشان پاکستان رو مشاهده میکنید، تیمی که یه مقدار تو این سالهای اخیر شرایط بهتری رو به خودش دیده و در سمت چپ تصویر تقریبا سرمه پوشان تیم ملی والیبال کشورمون که تو این لحظه هم با آبشار کاپیتان سید محمد موسوی به سومین امتیاز خودشون هم میرسن. چهره سرمربی تیم ملی والیبال ایران آقای بهروز عطایی که با محمد ولیزاده، امین اسماعیل نژاد، مبین نصری، سید محمد موسوی، محمد طاهر وادی، میثم صالحی و آرمان صالحی به عنوان لیبرو اصلی کار رو آغاز کرده توی ترکیبی که گذاشته شده بود در ابتدا. اما آمرزه حضرتپور رو مشاهده میکنید که به میدان میاد. 3-1 به نفع تیم ملی والیبال کشورمون. بعد از یک روز استراحت مرحله دوم این مسابقات، یا بهتر بگیم مرحله حذفی مسابقات، از امروز داره پیگیری میشه و خیلی مشکوک بود این توپ. پاکستانی‌ها اعتقاد به داخل داشتند ولی نگرفت. بازبینی ویدیویی رو این چهره آقای ایسانای رامیرز خیلی مشکوک بود انصافاً، اما هر ترتیب امتیاز به ایران رسید. شیشه خوب از حضرتپور. مبین نصری مجبور میشه توپ رد بکنه. فری بال برای پاکستان و این آبشاری که به کسی نخورده و به بیرون رفته. امتیاز برای ایران به ثبت رسید، اما این چهره سرمربی برزیلی تیم ملی پاکستان درخواست بازبینی رو میده برای صحنه قبلی که تو اینجا هم خیلی مشخص نبود. 5-1 به نفع تیم ملی والیبال کشورمون و این هم ایسانای رامیرز. خب توپ دست کسی هم نخورده، پس امتیاز رو آقای چویچا، داور کره‌ای اولین دیدار، به درستی به ایران داده بود. یکی از دوتا بازبینی پاکستان از دست میره در ست اول و این سرویسی که امین اسماعیل نژاد از دست داد. 5-2. مسابر خان، شهشی موجی، لب تور و شیرجه‌ای که رد میکنن توپ رو بچه‌ها. فرصت برای پاکستان، منطقه 2، توپگیری نصف و نیمه که نه کسی به توپ نمیرسه، اما شیرجه محمد موسوی توی صحنه قبل انصافاً خیلی ارزشمند بود و اینم توپگیری که کامل نشد. 5-3. سمجه موجی، این بار دستان مبین نصری، کار سرعتی دفاع پاکستانی ها. کلن تیم خیلی چغریه پاکستان، یعنی اصلا نمیشه پیش بینی کرد. مقابل کره جنوبی خیلی خوب بازی کردن و کره رو آزار دادن به معنای واقعی. تو بازی اولشون هم که بنگلادش آقای پور اروجی رو 3-0 شکست دادن. وادی به پاس زیبا پشت خط، جایی که امین اسماعیل نژاد بهترین گزینه برای
گرفتن امتیاز هست. شش چهار نصری کنترل شده، خواست بزنم اما رد نشد توپش. نکته جالب توجه نبود میلاد عبادی‌پور در ترکیب اصلیه که گفته میشد به دلیل مسئولیت قضایی احتمال داره به این بازی نرسه که آقای عطایی هم ریسک نکرده برای حضور میلاد عبادی‌پور در زمین. موسوی سرویسش لب خط اما به بیرون. با سوت این چهره برای که سرویس زده بشه. هر دو داور این بازی از کشورهای آسیای شرقی هستن. داور اول از کره جنوبی، داور دوم آقای ناکایاما از ژاپن. اختصاصات فنی اول با امتیاز 8 که برای ایران به ثبت رسید فرا میرسه. اشتباهات اونا از اشتباهات ما پایان نگیرن، خودشون پایان بگیرن. ما اشتباه نکنیم. در دروازه تو اول انضباط خودشون سخت‌تر. شماره 11 داره فقط ضربه میزنه. یکی شو باز برای سه. برای سه. از یک. Oh, you have to take the corner. Hey, help to defense if they play opposite. برگشت تیم میدان پس از 1 دقیقه وقت استراحت فنی که یادمون رفته بود اینقدر استفاده نشده بود این وقت استراحت توی 8-16 که توی این دوره مسابقات آسیایی مجددا از این قانون بهره برده ABC و در امتیازات 8-16 1 دقیقه به دوستین وقت استراحت فنی داده میشه. پشت خط یا آبشاری که با توپگیری عالی وادی همراه میثم صالحی از پشت خط نرسید به توپ، جمع میشه پشت مدافعین ایران. حضرتپور با ساعد، میثم صالحی تموم میکنه کار رو. بعد دیگه رفت و برگشت موج دوم حمله ایران با میثم صالحی به موفقیت رسید. با 3 تا دفاع امتیاز رو به خوبی گرفت. شریک میشه خوشحالیش رو با بهروز عطایی. 9-6 وادی دریا خوب نیست در زمین پاکستان. از پشت خط یه جا خالی که با دست مدافعین ایران توپ در زمین پاکستان جای گرفته. داور رد کرد پرچم خط نگهدار خودش رو و بعد از امتیاز دهم که اصلا خود آقای رامیرز هم نشون داد تو داخله سرمربی پاکستان درخواست وقت استراحت میکنه. Boys not heavy. We have to go to the ball. Hey, still play our system. If beat best, best. Over play again long distance. Hey, 4 points. Ball by ball. سرمربی 40 ساله‌ای که خیلی دوران بازیکنی موفق و درخشانی نداشته اما توی دوران مربیگری خودش خوب کار کرده. فصل قبل توی لیگ امارات و الان هم سرمربی تیم ملی پاکستان. پاس به پشت خط، فشار سنگینی که تبدیل به امتیاز میشه برای پاکستان. مهمترین مهره پاکستان مراد خان، شماره 11 شون قطر پاسوری که
قطعاً توی حملات پاکستان نقش به سزایی داره. دریافت عالی مومین نصری، یه پاس کنده، اسماعیل نژاد توپش نخوابید. حالا این ور ضربی که زده شد و خطای تور مدافعین ما گرفته شد. عثمان فریاد گرفت امتیاز رو. 10-8. عبدالظاهر برای پاکستان سرویس خواهد زد در میان صدای کرکننده هواداران حاضر در سالن قدیر ارومیه. از ردپور این آبشار سنگین و امتیاز برای ایران با میثم صالحی. صحنه رو با هم مرور بکنیم. هرچی توان داشت پشت توپ گذاشت میثم. یازده 8. خودش یه سرویس عالی رو زد به منطقه 5 و این توپی که به دست کسی هم نخورده بود مستقیم به بیرون میره تا امتیاز 12 هم برای ایران ثبت بشه. 12-8. میثم 24 ساله دومین سرویس خودش رو خواهد زد. این بار کنترل شده خواست بزنه که موفق نبود. شما 17 که بعد یه دوره مصدومیت داره کم کم خودش رو پیدا میکنه. میثم صالحی خودش دریافت اول رو عالی میرسونه. پاس پشت کوتاه جمع میشه در زمین پاکستان. حالا این کار سرعتی که با یه دفاع نصف و نیمه بالاخره امتیاز برای ایران همراه هست. 13-9. محمد ولیزاده از این زاویه با این دوربین ببینیم. اینجا کنار تور موفق نبودن پاکستانی ها. پاس سرعتی یه لحظه عدم هماهنگی و امتیاز برای پاکستان. 13-10. تو به دستش هم نگرفت موساور ولی امتیاز رو گرفت. عثمان فریاد سرویسش رو بیرون میره. یه حاشیه امنیت خوب برای ایران. 4 امتیاز اختلاف و خیلی راحت بچه دارن بازی میکنن. امین در اول پاکستان خوب هست اما این توپی که تبدیل به امتیاز برای ایران شده با نظر داور. طاهر وادی هم میگه که به تور خوردی بازیکن پاکستان. ببینیم بازبینی آقای رامیرس به کجا ختم میشه. فکر کنم دستش رو تور رو گرفت. یه برخورد خیلی ناچیز با تور داشت. آره گرفته. لحظه‌ای که دستش میومد پایین به تور برخورد کرد و امتیاز رو این چهره به درستی به ایران داده بود. هرچند خطای تور نگرفته بود ولی امتیاز رو به درستی به ایران داده بود. 15-10. هر دوتا بازبینی پاکستان در دست اول بی نتیجه میمونه. امین اسماعیل نژاد دریافت خوب نیست. یه هایبالی که سخته زدن این توپ اما زد و امتیاز رو گرفت. مراد جهان شاید اگه دفاع نمیرفتن میشه توپ گیری کرد و راحت تر از این فرصت یه حمله ساخت. وادی واسه پشت خط برای میثم صالحی. حرکت پایپی که به زیبایی در مقابل هواداران پرشور ارومیه‌ای
انجام شد و 16مین امتیاز برای ایران به این صورت تا دومین وقت اصلاحات فنی هم فرا برسه. This is side out with front serves. Okay? We are pushing. We are playing the system. But here, no need to go block out in line. Go high. Don't let the ball drop. Hey. Hey, hey, hey. تمام توپای های بالشون که زدن از بین دفاعمون در اومد. میشه تو سابقه بلندگاه کوتاه نیومد. دفاع بندای دفاع بسته باشه. خب برمیگردم بازیکنان دو تیم به میدان. 16 11 حضور بازیکنان جوان و تزریق بازیکنان جوان به شاکله اصلی تیم ملی خیلی ارزشمنده. مبین نصری با 20 سال سن سرویس عالی رو هم میزنه. پاس منطقه 4 تو برمیگرده به زمین پاکستان. سخت شد مراد خان. حالا مجددا پاکستانی ها سومین حمله متوالی که این بار دیگه بهتر و کاملتر عمل کردن مراد جهان گرفت امتیاز رو برای پاکستان. با تک دفاع وادی کار سختی نداشت. امتیاز مستقیم سرویس. مراد خان میگیره امتیاز رو. شاخص‌ترین بازیکن پاکستان عرض کردم. فصل قبل تو لیگ سربستان بازی میکرد، تو سوبوتیکای سربستان. پس فصل آینده قراره که توی نفتوچیمیک بلغارستان بازی کنه. تیم قهرمان لیگ بلغارستان و بیشتر بار حملات پاکستان رو هم همین چهره به دوش میکشه. مراد خان رو عرض میکردم. 17-13 سرویس موسوی به بیرون میره. فکرم آقای عطایی رفت برای بازبینی که بله بازبینی داخل یا بیرون شدن توپ رو میخواد آقای عطایی. همین چهره سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون آقای کارخانه هم اونجا نشسته و سایر نفراتی که مشاهده میکنید در نیمکت تیم ملی والیبال کشورمون. ببینیم توپ داخل بوده با صدای تماشاگرها که معلومه توپ داخل با امتیاز برای تیم ملی والیبال ایران. یه امتیاز مستقیم سرویس از محمد موسوی. صدای هماهنگ ایس ایس هواداران و رامیرسی که مجبور میشه دومین وقت استراحت خودش رو هم درخواست بکنه. Hey, listen to me. It's long game. Yes, sir. It's long game. We are playing right. Okay? What we have to do? Again, let him target the line. I need 3 guys closing the cut. Now we get time out. Maybe they will put for us. If good, play the system. Line छोड़ के अंदर सब्जेक्ट करो. We need to adjust. क्या कह रहा है कि अब वो इसी सर्विस देंगे, उसको कंट्रोल करके साइड आउट करनी है लाजमी. गेम बहुत लंबी है, सिस्टम में खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो. If you have single block attention, they will close line. Like second time. go. 18-13 سرویس با کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمون محمد موسوی خواهد بود. سرویس قبلی که تبدیل به امتیاز کرد، اما اینجا سرویسش به تور میخوره. هم تعویض میشه تا لیبرو به جای بازیکن سرعتی بیاد داخل زمین قرار بگیره. وقتی که بازیکن سرعتی بازیکن عقب هست، لیبرو توی دریافت اول بهتر بتونه به تیم کمک بکنه. پنجهش رد میکنه میثم صالحی، خودش باید جبران بکنه اما دفاع میشه میثم صالحی تا پاکستان به امتیاز 15 هم برسه.
با 3 تا دفاع پاکستان که در متن حرکت مراد خان قرار داشت. جشی موجی باز هم دستان صالحی، این بار امین اسماعیل نژاد. ضربه‌اش بعد از برخورد به دست مدافعین پاکستان به بیرون میره. صحنه عزیزابی بهتر میتونیم ببینیم که خوشحالی امین اسماعیل نژاد هم به همراه داره. منطقه 2 توپگیری از حضرتپور، وادی، یه پست عالی، باریکلا. حرکت خیلی قشنگ و هماهنگی بود. واسه کوتاه وادی اینجا بهتر میشه دید. ببینید چه پاس قشنگی و داد زیر دست محمد ولیزاده و او هم از این فرصت استفاده کرد. حمید یزمان رو هم از بازی به بیرون کشید آقای رامرس و این هم دفاع دیدنی از بازیکنان ایران. میثم صالحی دو دفاع هماهنگ و دستان میثم صالحی بود که باعث این خوشحالی بهروز عطایی شد. پاس به پشت خط و این هم یه دفاع دیگه. صد میثم صالحی روی تور اجازه عبور توپ زمین ایران رو توی این لحظات نمیره به بازیکنان پاکستان. 22-15. این بار انتخاب پاسور پاکستان کار سرعتی بود که انصافا قشنگ زدن. خیلی خوب کار کردن توی این صحنه. بازیکن پاکستان مسلط آبشارش رو زد و امتیاز رو گرفت. عبدالظاهر که زمینی سرویس هم هست توی این لحظه. 22-16. سایت مطمئن حضرتپور و این هم آبشاری که خیلی خوب با یک استایل درست مبین نصری میزنه و با حرکت پایپی که مشاهده میکنید گرفت امتیاز رو برای ایران. اون که توی مسابقات جوانان جهان بحرین خوش درخشید واقعا. هم مبین نصری هم پوری حسین خانزاده که هر دوشون الان عضو تیم ملی بزرگسالن. روی تور هوشیاری بازیکن پاکستان زرنگی کرد و اینجا دستشو گذاشت جلوی توپ محمد ولیزاده. محمد کاشف خیلی ساده سرویس میزنه. وادی یه پاس خوب و این ضربه از نصری که امتیاز به ایران میرسه. (24-17). یک امتیاز تا پایان دست اول به نفع ایران. ولیزاده هدفدار، پاس به منطقه 4. دفاع یه لحظه زخمی کرد اما توپ در جریان بازی نموند. قوسی که توپ گرفت باعث شد وادی به توپ نرسه. عثمان فریاد حضرتپور، وادی و محمد موسوی و تمام. دست اول 25-18 به نفع تیم ملی والیبال کشورمون در کمال شایستگی و به بازی منظم و هماهنگ به اتمام میرسه. یه ساعت کوتاه داشته باشیم با آغاز دست دوم همراه شما عزیزان خواهیم بود. ایران 1 پاکستان 0.
خب عرض مجدد خدمت همه شما عزیزان بیننده، دست اول به نفع ایران به اتمام رسید و از ثانیه های قبل دست دوم آغاز شد که همین لحظه بچه ایران اولین امتیازشون رو تو این دست کسب میکنن و 1-0. زننده سرویس محمد ولیزاده است که به این زیبایی امتیاز اول رو برای ایران گرفت. به پاس با یه دست به تور میخوره بازیکن پاکستان. پاس انقدی بد بود که نتونست خودشو کنترل کنه بازیکن پاکستان و آقای رامیرز درخواست بازبینی میده که انصافا وادی حق داره انقدر دستشو بلند کنه. چه درخواست بازبینی؟ کاملا تو تور گیر افتاد بازیکن پاکستان که عثمان فریاد باشه و آقای چویجاه خطی. اصلا چه خبره؟ همه چی معلومه که انقدر با تور برخورد داشته بازیکن پاکستان. باشه مفت و مسلم که بازبینیشو از دست داد سرمربی جوان پاکستان، همین آقایی که مشاهده کردیم. 2-0. با اعلام تایید داور دوم حالا آقای چویچاه در سوت خودش میدم و ولیزاده یه سرویس هدفدار رو میزنه. ضربه مراد خان، توپگیری از میثم صالحی، حالا مبین نصری، توپگیری خوب در زمینه سبزپوشان و این آبشاری که مراد خان تبدیل به امتیاز میکنه. حرکتشون خوب بود پاکستانی ها، به خصوص نصیر علی که در امتیاز قبل توی توپگیری نقش بسزایی داشت. 3-1. سرویس عثمان از دست داد. 10. قطرپاسور خوش استیل والیبال کشورمون امین اسماعیل نژاد. کارپایپ نمیگیره تو زمینه پاکستان. حالا امین اسماعیل نژاد دفاع برمیگرده. میثم با ساعد، مبین نصری نتونست با دست پاکستانی بازی کنه، خواست زرنگی بکنه که آقای جای اعلام اوت کرده. ببینیم بازبینی چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت. تصمیم داور اول که بیرون بود. امروز کره جنوبی توی بازی عجیب غریب 3-2 و به سختی اندونزی رو شکست داد. ژاپن نکته جالبی داشت با 6 بازیکن کاملا اصلی خودش، یعنی اصلی که میگم نیشیدا و رانتاکاهاشی و ایشیکاوا و سکیتا و همشون بودن و تونست بحرین رو 3-0 شکست بده. اینجا هم تصویر میبینید که به دست مدافعین پاکستان نخورده. چین 3-2 هند آورد، قطر هم 3-0 تایلند رو. یه بازی همزمان هم با این بازی داریم که چین تایپه و عراق هست. در مورد جدول حالا اگه فرصت بود خدمت شما حتما توضیحاتی عرض خواهم کرد. برگردیم به بازی. حیف این بازی 3-2 به نفع ایران. مبین نصری و ابشار سنگین که محمد موسوی واکنش مرتبطی داشت انصافا با این آبشار که با تمام قدرت زد مبین نصری. ببینیم صحنه رو با هم. منطقه 4 و اینم ضربه سنگینی که فقط جلو صورتش رو گرفت بازیکن پاکستان. 4-3. مراد خان، وادی، ولی خود میثم صالحی نرسید و نتونه سگامش رو برداره.
حالا این ضربه‌ای که امتیاز به ایران میرسه به دست کسی برخورد نکرده. اینجا ببینیم که از بین دستای محمد موسوی توپ به بیرون رفت. 5-3. سرویس سید بی نتیجه است. یک امتیاز اختلاف بین دو تیم، البته که به نفع ایران. مراد جهان طرف نصری رد میشه. نقشه در زمین پاکستان منطقه 4 هست. نصری توپگیری رو انجام میده. حضرتپور یا هایبال سخت. میثم صالحی و باریکلا میثم. سخت بود زدن همچین هایبالی، ولی میثم صالحی تونست از پس این موقعیت سخت بر بیاد و امتیاز رو بر ایران بگیره. تو این صحنه بهتر میتونید ببینید که از دست مدافعین پاکستان امتیاز رو گرفت. 6-4. پاس منطقه 2 جا خالی که امین جمع میکنه اونجا. میثم صالحی، فرصت برای پاکستان. حمید یزمان، پاس منطقه 4 تو بر میگرده و یه برخورد بین دوتا بازیکن، اما امتیاز به پاکستان میرسه. شش 5 14. عبدالظاهر مدافع وسط 27 ساله پاکستان سرویسش رو مستقیما به بیرون میزنه و خوشم میره تا به جاش نصیر علی لیبروشون به میدان بیاد. این مورد جهان بود که لحظه مشاهده کردیم. صالحی در این سمت زننده سرویس، او هم سرویس رو از دست میده. خطای سرویس تو این بازی از طرف هر دو تا تیم یه مقدار زیاد بوده. یزمان، پاسور پاکستان. وادی، اسماعیل نژاد خواست با جا خالی امتیاز بگیره که موفق نبود. به خوبی عثمان فریاد مسیر توپ رو سد کرد. این بار نقشه وادی باز برای مبین نصری هست که خیلی به مچش جهت داد و توپش به بیرون رفت و 8-7. اولین وقت استراحت فنی برای دو تیم که امیدوارم احساس خطر نکنیم و بچه شل نگیرن. حیفه، یعنی 3-0 ببریم و تموم بشه این بازی هم. Give the line to them. Line. But Hamid, be here to take the tip. Hey, now pay attention. Line If छोड़ो. there is good Grass. reception here, outside hit the help little bit. Outside इधर land करेगा Attention, तो five. बच्चा If they play five, drive back. Drive back to help. अगर वो block. five खेलते हैं तो And I help करो need side three वाले. guys here to defense. Hey, let's go. برگشت تیم به میدان در شرایطی که یه مقدار پاکستانی‌ها دارن توی لحظات بهتر کار میکنن. میلاد وادیپور که تا کنار زمین اومد و صحبت‌هایی رو با بازیکنان همتیمی خودش که دارن بازی میکنن داشت. برگردیم به بازی با سوت آقای شویجایه. یزمان، دریافت اول درست بود و این آبشاری که جمع شد تو زمین پاکستان و توپی که خیلی راحت عثمان فریاد از دست میده. برابر 8 نتیجه کار. کم تجربگی عثمان فریاد تو این صحنه به نفع تیم ملی ما تموم شد. ولیزاده هدفدار، دریا خوب نبود و
امتیاز برای ایران هست. کاملا درسته، بازیکن عقب بود یزمان بازیکن منطقه 1 بود، چرا که اگه خاطرتون باشه دنده قبلی داشت سرویس میزد و اینجا به عنوان یه مدافع رفت روی تور. واقعی چویجاه خطای بازیکن عقب رو از یزمان پاسور تیم پاکستان گرفت. حالا از پشت خط و امتیاز برای پاکستان. تمام قدرت مراد جهان ضربش رو زد. 3 تا دفاعی که از بین دستان موسوی و اسماعیل نژاد. توپ رد شد. دریافت عالی از میثم صالحی. پاس برای امین اسماعیل نژاد. توپگیری های پاکستانی ها راه افتاد تو این لحظات. حالا توپ رد میکنن. مجددا فرصت حمله برای ایران و این ضربه‌ای که اسماعیل نژاد میزنه و امتیاز رو میگیره. قبول کنیم هم بچه ما یه مقدار سست شدن و حریف دست کم گرفتن نسبت به دست اول، هم پاکستانی‌ها با انگیزه بیشتر دارن کار میکنن توی دست دوم. نصیر علی دریافت خوبی رو داشت توی توپ اول و حالا دفاع به موقعی که هیجان رو به سالن قدیر تزریق میکنه. وادی موفق بود روی تور. 11-9. همین اسماعیل نژاد یه مقدار کنترل شده تر. حالا مراد خان داخل. درسته توپ داخل بود و امتیاز برای پاکستان هست. تو این صحنه بهتر میتونیم ببینیم 2 مدافع ما و ادامه کاری که به نفع پاکستان تموم شد. حضرتپور به عنوان پاسور با مبین نصری. باریکلا مبین نصری، انصافا خیلی خوب بازی کرده مبین نصری و به خصوص توی حملات ببینید چقدر خوب داره آبشار میزنه و امتیاز آور برای تیم ملی ایران. 12-10. خود مبین نصری کنترل شده زد، کار سرعتی. همچنان مبین نصری داره میدرخشه برای ایران، اما این دفاع پاکستانی ها میثم صالحی رو ناکام میگذاره. میلاد توی منطقه گرم کردن هم نیست، یعنی دیگه به احتمال خیلی زیاد توی این بازی آقای عطایی ازش استفاده نمیکنه. وادی یه جا خالی نرم و قشنگ. به به خیلی خوب. لحظه آخر قبل اینکه توپ برسه به دستش یه نگاه ریز به زمین پاکستان و اینجا خالی که انداخت و امتیاز رو گرفت محمد طاهر وادی. پشت خط یه دفاع فوق العاده قشنگ، یه دفاع کوبنده از میثم صالحی. تک دفاع گرفت از مراد خان. ببینیم قشنگی این صحنه رو. وجد آورد سالن قدیر ارومیه رو با دفاع زیبای خودش میثم صالحی. 14-11. وقت استراحت درخواست میکنه این مربی. Remember, if we receive the ball, go more here. Yeah, here is single block, okay? Because we play big distance. Again, play the system. Doesn't matter if we didn't finish the ball, we still middle pipe. We are playing 4-2, 4-2. आप सिंपल खेल रहे हो, 2-4, 2-3 खिलाओ, पाइप खिलाओ. Hey, hey, then give us the service. استفاده میکنه از وقت استراحت خودش. هر تیم در هر دست 2 بار هم میتونن وقت استراحت 30 ثانیه‌ای درخواست بکنن. و خب فدراسیون جهانی اصلی ترین علتی که وقت استراحت فنی رو حذف کرده اینه که
وقفه های به وجود اومده توی بازی کم و کمتر بشه. اما خب توی این بازی ها متاسفانه داریم بحث اصلاحاتی فنی. و برگردیم به بازی، کار پایپ قشنگ از بازیکن‌های پاکستان، یه پایپ دیدنی که عثمان فریاد خیلی خوب ضربه‌شو زد و امتیازو گرفت. 14-12. صالحی با پنجه واسه پشت خط، امین اسماعیل نژاد زاویه غلیظ میزنه، خیلی هم خوب میزنه انصافا. هواداران پرشوری که در سالن دارن لذت میبرن از بازی تیم ملی ایران. وادی با یه دست توپ در جریان بازی نگه داشت، اما توپ بعدی خوب نبود و توپ دست بازیکن ایران توی دفاع خورد، چون میتونستن بهتر استفاده بکنن از صحنه قبل. اینجا ولیزاده دستش به توپ برخورد داشت. امین اسماعیل نژاد برای خود میثم صالحی جبران کرد دریافت ناقص خودش رو. 16 امتیاز و وقت ساعت فنی دوم. صدا به صدا نمیرسه توی سالن. این جو وحشتناک عجیبی رو درست کردن هواداران ارومیه‌ای. جهنمی است برای حریفان ایران سالن قدیر. امیدواریم که یه قهرمانی ببینیم تو این سالن جلوی این هوادارا که قطعا حقشون دیدن قهرمانی تیم ملی کشورشون هست. جاخالی جمع میشه در زمین ایران. وادی برای اسماعیل نژاد، توپ جمع شد در زمین پاکستان. حالا منطقه 2 با مراد خان و توپی که به بیرون میره و امتیاز برای ایران هست. 17-13. بچه باز هم تو این دست اون حاشیه امنیت رو برای خودشون درست کردن و با یه آرامش فکری دارن با بازی ادامه میدن. میثم صالحی سرویس خوب روی تو به سختی پاکستانی ها. مراد خان و دفاعی که امتیاز رو برای ایران به همراه داره. خطای مراد خان رو گرفت آقای چویجای که شما بازیکن منطقه عقب هست. پاش لحظه پریدن خط رو لمس کرده بود. و این هم امتیاز مستقیم سرویس. امتیاز مستقیم سرویس و تشویق هواداران حاضر در سالن. این البته صحنه قبلیه که مراد خان خطا کرد و سرویس رو ندیدیم، اما سرویس رو تبدیل به امتیاز کرد میثم صالحی. 19-13 شد. Guys, hey, don't start from yourself. Still play the system. They will come hard, put the arm far, first reception, come strong, high ball, we go over and play again. Come on. No. قبلا آنالیزور بوده آقای
ایسانیای رامیرز سرمربی پاکستان رو عرض میکنم که بعداً کم کم کار مربیگری رو شروع کرده و حتی که دور سرمربی تیم ملی زیر 21 سال برزیل هم بوده. ایسانیای رامیرز باشگاهی برزیل هم کم و بیش بوده و حالا توی تیم پاکستان داره سرمربیگری میکنه. میثم صالحی سومین سرویس متوالی او، این بار سرویسش از دست میره. 19-14. یه نکته جالب در مورد تیم پاکستان و کادر فنی پاکستان میگم که آنالیزور تیم ملی پاکستان در حال حاضر یک آنالیزور ایرانی است. آرمین گلکار آنالیزور ایرانی است که برای تیم ملی پاکستان داره کار میکنه. اما کم نداریم از نیروهایی که توی کشورمون تربیت شدن و رفتن توی کشورهای دیگه دارن کار میکنن توی بخش والیبالی که انصافا ما توی آسیا خیلی پیش رفتیم. 20-14. هدفدار ولیزاده روی تور، باز هم خطای بازیکن عقب رو میگیره آقای شویجاه. به درستی هم این اتفاق افتاد. ببینید قصور پاکستان محمد کاشف که بازیکن منطقه 1 هست توی صحنه قبل رفت و دفاع کرد. اینجا هم عثمان فریاد رو از بازی به بیرون میکشه و آفاق خان به جاش به میدان میاد. علیزاده، علی نصیر به عنوان پاسور، مراد خان، یه توپگیری نصف و نیمه و اما دفاعی که تکمیل میکنه کار رو برای ایران. 22مین امتیاز برای ایران با دفاع دیدنی بچهای ما که تو این صحنه بهتر میتونیم ببینیم کار مشترک مبین نصری و محمد موسوی رو. 22-14. آزار داده سرویس های ولیزاده پاکستانی ها رو و دریافت اولشون رو با مشکل مواجه کرده. مثل همین صحنه ای که میکوبه مثل چکش محمد موسوی آبشار رو. بهترین فرصت برای بازیکنی مثل محمد موسوی. همین چهره رنک 98 بازیکنی دنیا رو داره توی والیبال. کاپیتان تیم ملی والیبال ایران. باز هم سرویس های آزاردهنده ولیزاده که این بار تبدیل به امتیاز مستقیم میشه. توی لیگ ملت‌ها اگه خاطرتون باشه محمد ولیزاده هر موقع میرفت منطقه سرویس دریافت اول حریف رو با مشکل مواجه میکرد. 24-14. اختلاف امتیاز فاحش بین دو تیم. سرویس با ولیزاده و این امتیازی که میگیرن پاکستانی ها توسط موساور خان. 24-15. این هم حرکت سرعتی بود که تبدیل به امتیاز شد. حضرتپور، وادی و پایان بخش کار کسی نیست جز محمد موسوی. 25-15. دست دوم هم به نفع ایران به اتمام میرسه. در میان شادی هواداران حاضر در سالن قدیر استراحت کوتاهی داشته باشیم با آغاز دست بعدی که انشالله دست پایانی باشه با شما عزیزان خواهیم بود. ایران 2 پاکستان 0.
شب شما بخیر عزیزان بیننده. ساعت تقریبا 8:10 است و ما در خدمت شما هستیم با دست سوم بازی ایران و پاکستان، بازی که تا به این لحظه با برتری قاطع تیم ملی والیبال کشورمون همراه بوده. 25-18 و 25-15 که امیدواریم این برتری در دست سوم هم تکرار بشه و 3-0 با پاکستان رو هم توی مرحله دوم شکست بدیم و مستقیم بریم به مرحله نیمه نهایی. امین اسماعیل نژاد اولین امتیاز ایران رو در این دست میگیره. همطور که احتمالاً شما مطلع هستید، قهرمان و نایب قهرمان دور گذشته مسابقات قهرمانی آسیا یعنی ایران و ژاپن، بعد از بازی امروزشون ژاپن که بحرین رو برد مستقیم رفت نیمه نهایی، یعنی دیگه 1/4 رو ندید. تیم ملی کشورمون هم بعد برد ان شاءالله تو این بازی مستقیم میره به نیمه نهایی و این تیم هم در مرحله 1/4 بازی نخواهد داشت. تو مرحله 1/4 کره و چین به هم خوردن و قطر رو یکی از برنده بازی چین تایپه و عراق که همزمان با این بازی داره برگزار میشه. 2-1 به نفع پاکستان. دریافت با مبین نصری برای خود به عنوان مهاجم دفاع پاکستانی ها رو به همراه داره تا امتیاز برای سبزپوشان پاکستان به 3 برسه. روی این صحنه‌ای که مشاهده میکنید خوب هم دفاع کردن انصافاً پاکستانی ها. مراد خان موفق بود. مبین نصری، وادی کار سرعتی برمیگرده به زمین ایران. منطقه 4 نصری یه توپگیری نصف و نیمه. پاکستانی ها میخوان از این فرصت استفاده بکنن که یه تعارف یه لحظه یه نیم قدم وادی و حضرتپور انداختن که یه من اونجا لازم بود، به قول خود والیبالیا که با یه من میشد توپو راحت جمع کرد و رامیرز چه خوشحالی کرد برای اینکه فقط وقت استراحت گرفته آقای عطایی از اینکه تیم شلو افتاده و آقای عطایی سرمربی ایران وقت استراحت گرفت. طرفدار خوب میرسه هم اول خوب انجام بدیم. مهمه. بارامش. ایران. توی دست قبلی هم پاکستانی‌ها نشون دادن که توی توپگیری مقدار میتونن مهاجمای ما رو اذیت کنن، نه در اون حد ولی خب همین توپای اول نمیخوابه. چهره بهروز عطایی که صحبت میکرد با بازیکن ذخیره خودش که شاید تعویضی هم به همراه داشته باشه این صحبت ها. پاسوت این داور چویجاه سیس مصابر خان، نصری، وادی و امین اسماعیل نژاد که همه اون توپایی که تبدیل به امتیاز نشد رو توی یه آبشار جبران کرد. ضربه سنگینی که ببینید چقدر قشنگ و مسلط سوار بر توپ زد و امتیاز رو گرفت. 4-2. نصری کنترل شده، امتیاز برای پاکستان نه برای ایران، چون توپ هنوز زمین رو لمس نکرده بود که مهاجم پاکستان به تور خورد. توی صحنه بهتر میشه دید که ببینید توپ هنوز تو هوا بود که مهاجم پاکستان به تور خورد. اسکوربورد سالن رو هم باید درست بکنن. الان 4-3. به سرویس خوب هایبالی که مراد خان کار سختی رو داره. توپگیری از امین اسماعیل نژاد مجبور منطقه 4 رو انتخاب کنه، اما میثم صالحی بار این حمله رو به دوش خودش میکشه و امتیاز رو هم میگیره برای ایران. ایران توی رنکینگ جهانی رده 10 رو داره با 242 خورده ای امتیاز و پاکستان رده 52 رنکینگ جهانی با 60
تقریبا 7 امتیاز و تفاوت کاملا معلومه. دو سرویس سنگین، پاس به منطقه 2، دفاع هماهنگ و یک امتیاز شیرین و دلچسب برای هواداران والیبال، به خصوص هواداران حاضر در سالن قدیر که جای همه علاقه‌مندان به والیبال اینجا خالیه. این جو قشنگ و جذابی که توی سالن قدیر وجود داره، این دل آدم رو میبره این جو انصافاً. حالا هوای خاص ارومیه و این هم امتیاز 6 برای ایران. بدون برخورد دست مدافعین. Neck in his spike. Now they serve is strong, okay? But remember, the ball here, they are close to him. The spike, Shani is behind. Come on, hey, ball here, middle, 5, 4. Ball here, be quick, back. Let the system. صحبتهای سرمربی پاکستان با بازیکنان خودش. دست سوم بازی بازنده سرویس این شهر مبین نصری که سرویس فوق‌العاده‌ای هم میزنه، به توپ نمیرسن. امتیاز مستقیم سرویس با مبین نصری، بازیکنی که همین تقریبا نزدیک یه ماه پیش توی مسابقات والیبال جوانان جهان یکی از بهترین دریافت قدرتی‌های تیم رویایی شد و نشون میده که استعداد خوبی داره و باید روش کار بشه و پرورش داده بشه. این بار کنترل شده، پاس پشت خط، توپ کلید در زمین ایران. میثم صالحی به امتیاز رو گرفت. با زرنگی ریسک نکرد و ضربه آروم. خنده های بازیکنان حاکی از رضایت و آرامش توی بازی رو هم همراه داره که برگشت تیم به میدان بعد از 1 دقیقه وقت استراحت فنی. مبین نصری تمرکزش انجام میده برای زدن ضربه سرویس. سکوت نسبی توی سالن حاکم میشه، حالا صدا بلند میشه تا به هم بزنه تمرکز بازیکن حریف رو که این اتفاق هم میبینی که میفته. 9-4 همچنان نصریست که داره سرویس میزنه. پاس منطقه 4، باز هم توپ به بیرون رفته بود با رأی خط نگهدار که آقای قطعی خودش میگه که من دیدم داخل بود و آقای چویچای هم آره داخل بود، خطی گرفت. امتیاز رو به پاکستان داده بود. 9-5 11 لب تور هوشیار بود اونجا. وادی توپ برمیگرده به زمین ایران. نقشه محمد طاهر وادی با میثم صالحی، یه جا خالی خیلی قشنگ. چشمان باز میثم صالحی موقع پریدن پشت مدافعین پاکستان رو خالی دید و این تقه آروم زیر توپ برای گرفتن امتیاز
دهم کافی بود. 10-5. سرویس خوب سید، امتیاز رو گرفته. 15 مراد جهان. کلاً 2 تا بازیکن پاکستان خارج از لیگ پاکستان بازی کردن، یکیش هم مراد جهان بود که اینجا امتیاز رو گرفت. با پنجه امین اسماعیل نژاد. خطای تور بازیکنان پاکستان هم کاملا مشخص بود، هرچند توپ امین در زمین پاکستانی ها جای گرفت. وقت استراحت برای پاکستان درخواست میشه. But high ball, they you deep. Remember, be here. Hey, service. We have to take risky service now. Okay? We are serving the body. Serve between. Hey, if you have the ball, keep the ball inside and cover. If you have the ball, پاکستان امتیازاش 2 رقمی نشده، وقت استراحتاش تموم شد و فقط بدون که امتیاز 16 ایسانای فرصت خواهد داشت تا با بازیکنان خودش کنار زمین صحبت کنه. به آبشار خوب عثمان فریاد گرفت امتیاز رو برای پاکستان. یازده 7 زنده سرویس عبدالظاهر. حضرتپور، سایدهای امن حضرتپور. حالا خود او به عنوان پاسور با امین اسماعیل نژاد. منطقه 2، منطقه 4 امتیاز رو گرفت که از توانایی‌های بارز بازیکنان پشت خط این میتونه باشه که از منطقه 4 هم بتونن حمله کنن، چرا که بازیکنان پشت خط یا همون قطر پاسور عادت دارن به حمله از منطقه 2. به پاس پایپ و امتیاز رو گرفتن پاکستانی ها توسط مراد جهان. تعویض خسور توی تیم پاکستان از تقریبا اواسط ست دوم میشه گفت بی‌تأثیر نبوده روی حملات این تیم. پاسوری که همین الان زننده سرویس هست، همین بازیکن محمد کاشف. حضرتپور، امین اسماعیل نژاد از منطقه 2 جاخالیش رو جمع میکنن. حالا این ضربه از عثمان که گرفت امتیاز رو. تشویق‌های ایسانای. کاشف واسه خیلی ساده سرویس میزنه با پنجه. ولیزاده مکس کوتاه بعد از پرش روی تور و ضربه آرومی که امتیاز رو گرفت. خود ولیزاده باید سرویس بزنه. 13-10. عثمان فریاد با 24 سال سن و سرویس خوبی هم زد. حالا در این سمت میثم صالحی که هدشات کرد محمد کاشف رو. ببین اینجا از پشت خط برخورد توپ سر محمد کاشف.
خود کاشف برای مراد خان، دست بازیکنان ایران با توپ برخورد داشته. امتیاز برای پاکستان به درستی اعلام شده. موسابه وادی با یه دست واسه خیلی خوبی داد محمد طاهر وادی و موسوی استفاده کرد از این فرصت. کشید کنار از دست مدافع توپ رو محمد طاهر وادی و فرصت رو مهیا کرد برای کاپیتانمون. نصری خوب سرویس میزنه و اما رد میکنن توپ رو و نه، این کار رو هم حتی مراد جهان نمیتونه انجام بده تا 16 امتیاز و دومی وقت استراحت فنی به دست سوم فرا برسه. When you have the service, take your space and take risk. تا آخرین ثانیه استفاده میکنه از فرصت خودش. ایسانای کارش هم سخته واقعا، با بازیکنانی کار میکنه که بالاخره لیگ های بالایی ندیدن. کلا همه بازیکنان پاکستان به جز 2 نفر تو لیگ پاکستان دارن بازی میکنن که یه لیگ 16 تیمه خیلی سطح پایین داره. بهترین تیمشون پاکستان ناویه که اصلا اسمی در دنیای والیبال نداره. از پشت خط امتیاز برای ایران به 17-10 میشه نتیجه کار. بازبینی خواسته سرمربی تیم ملی پاکستان، اصولا باید دستفا رو خواسته باشه، به خطای تور یا دستفا رو باید خواسته باشه آقای ایسانای که منتظر هستیم ببینیم نتیجه چه خواهد بود. من خدمت علاقه‌مندان به والیبال عرض بکنم که فردا بازی قهرمانی آسیا فقط در مرحله 1/4 برگزار خواهد شد، یعنی تیم ملی والیبالمون بازی نخواهد داشت و بازی تیم ملی والیبال کشورمون میره برای جمعه. خب صحنه رو با هم ببینیم که نه اصلا توپ دفاع برخورد نداشت. امتیاز به درستی به ایران رسیده بود، 17-11 و زننده سرویس مبین نصری خواهد بود برای ایران. ما این بازی رو ببریم تقریبا نزدیک 2 امتیاز، 1.9 امتیاز مثبت میگیریم توی رنکینگ که خیلی فرقی به حالمون نمیکنه، چون تیم نهم صربستان با اختلاف امتیاز بالای 10. ولی خب برای ما خیلی مهمه که حداقل این 2 امتیاز رو هم غنیمت بدیم و از دست ندیم، مثل ژاپنی که توی هر بازی داره با تمام قوا بازی میکنه و براش فرقی نداره بحرین یا هنگ کنگ یا هر تیم دیگری. دریافت خوب از حضرتپور، وادی، میثم صالحی و امتیاز برای ایران. ضربه سنگین میثم صالحی که پاکستانیان توانایی توپگیری رو نداشتن. 18-12. یه سرویس عالی، امتیاز مستقیم از
سید محمد موسوی برای ایران. یکی از بهترین نقطه های سرویس منطقه 5 هست که سید محمد موسوی به این خوبی گوشه منطقه 5، جایی که سخت ترین جای ممکن برای یه دریافت کننده است که توپ دریافت بکنه. پاس سرعتی به بیرون رفته، به دست کسی هم برخورد نکرده بود. تو 20-12 اختلاف داره بیشتر و بیشتر میشه برای یه پیروزی دیگه و یه قدم دیگه برای رسیدن به فینالی که همه منتظرشیم. لحظه شماری میکنیم برای اون فینالی که تو ذهنمونه و همه یه جوری دارن تصورش میکنن. ببینیم نتیجه اون فیناله که خودتونم میدونید چیه، چه خواهد بود توی این سالن جلوی هواداران. حدس همه ایران و ژاپن هست که با این روند تقریبا داره درست از آب در میاد. سرویس به بیرون میره. 21-13. همچنان داره به بازیکناش روحیه میده ایسانای. وادی کاملا کنترل شده. پاس برای عثمان. توپگیری از حضرتپور. خود وادی منطقه 4 میثم رو انتخاب میکنه. عکس او و ضربه‌ای که میزنه تا امتیاز برای ایران 22 بشه. 22-13. بازم هدفدار این بار منطقه 2 با مراد خان. او هم فرصت رو از دست میده. 23مین امتیاز. 10 امتیاز اختلاف بین دو تیم برای ایران. همین انتظار هم از تیم ملیمون داشتیم واقعا با بازی مقابل پاکستان. حضرتپور. وادی به پشت خط برای نصری. تو برمیگرده. موج بعدی حمله با امین اسماعیل نژاد خواهد بود. گرفتن 24مین امتیاز به عهده امین اسماعیل نژاد بود. همه پا شدن. هوادارا ایستاده دارن لحظات و امتیازات پایانی این بازی رو تماشا میکنن و آماده برای تشویق ایسلندی دلچسب بعد بازی. پاس سرعتی. نصری توپ رو جمع میکنه. وادی. میثم صالحی. برگشت توپ. خود میثم ضربه زد. حالا وادی باید انتخاب بکنه با میثم صالحی که با یه زاویه غلیظ این شور و حال رو مجدد در سالن قدیر ارومیه احیا میکنه تا ایران 25-13 دست سوم رو هم پیروز بشه و در مجموع 3-0 این بچه‌ها موفق بشن حریف نچندان نامدار و مطرح خودشون یعنی پاکستان رو شکست بدن. ایران مستقیم میره به مرحله نیمه نهایی که انشالله جمعه این بازی برگزار خواهد شد. بسیار ممنونم از شما عزیزان بیننده که با ما همراه بودید. امیدوارم که از دیدن این بازی لذت برده باشید. همه شما رو به خدا میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. سلام مشتی. سلام جانم. آقا مگه نمیگفتن نه بوق داره نه صندلی؟ ببینی که هم بوق داره هم صندلی. تازه بیمم داره. از کی گرفتم؟ از کی؟
قصی دیگه. قسطی 20 سود 20 چک 20 هفته. ماشین مشتی میخری باید بیمش کنی ولی یادت بمونه